خطلون سینما تقدیم میکند. من میدونم تحمل کردن چنین درد آسان نیست، اما چنین عملهایی که تو کرده ایستاده ای باعث کم گشتن غم و دردت نمیگردد. حیات پر از معماست. هزاران دختران به پدر تلاش شدند، اما یگانه آنها به این کارها دست نزده است. ولی انسان با این همه برار و نابراری ها کوشش میکند تا اینکه به مقصد نهایی خود برسد. و گفتی تو ما به عقل بودیم که نخونده شوهر کردیم. اوه هیچ روزی نمیشود گفته همین خیلی میشینید. از همه دختر ارزنده برای امید جان این ملکه است. هوشیار باش بچه. این نخود شد. غم و درد. پس عکس شیطان در کجاست؟ 10 سال پیش پدرم همراهی برادرم به صدمه دچار شدند. پسری ما کسلای تبا بچگاه. شاید یگان دوست داشته باشد. دختری خیلی گپای. میکشم. برار و نابراری ها. میخوای که من به تو کمک کنم؟ تو با این کار دخالت نکن. از اون روز زنش را فوت کرد آنگاه همین است. من نمیدونم تو چه مقصد داری، اما من استادن تو رو در این خانه نمیدونم. جنایت و عدالت. تو بررسی گردیدن پرونده در محکمه موقتی نگاه داشته میشود. این همه در فیلم هنری فرشته امید انعکاس شده است. نامت چیه؟ فرشته. نخست نمایشی فیلمی فرشته امید روزهای نزدیک در یوتیوب کانال خطلون سینما پیشنهاد شما میگردد. با کانال خطلون سینما ابونه شده این فیلم و دیگر فیلم های جالب را تماشا نمایید.